سلام، به استودیوی من خوش اومدین. من غزل شقایقم و تو این ویدیو آموزش این شومیز پرطرفدار رو داریم. این شومیز رو من حدود 2 سال قبل دوختم و چند تا نکته خیلی کوچولو و بامزه داره. یکی از مواردش اینه که من کلا لباسایی که راحت پوشیده میشن رو خیلی دوست دارم. همه میدونیم که از لباسایی که خیلی دست و پاگیر باشن و پوشیدنشون سخت باشه و یا مدام نیاز به این داشته باشه که بخوایم مرتبش بکنیم خیلی استفاده نمی کنم برای روزمره. بنابراین سعی میکنم حتی تو جزئیاتش هم تا حد ممکن دیتیل اضافه رو حذف بکنم. مثلا اینجا خط CF رو ببینید، درسته که سجاف دوزی شده و شبیه به و ظاهرش اینطوریه که دکمه داره این لباس، ولی در واقع هیچ دکمه ای نداره. من فقط سجاف رو به صورت سجاف مخفی حتی دوختم. ببینید این قسمت لبه های کار کاملا مشخصه که مشابه سجاف مخفی دوخته شده، ولی در پایان به جای اینکه دکمه بخوام به این کار دکمه و جا دکمه به این کار بدم، خط دکمه خور و جا دکمه خور رو روی هم قرار دادم و چرخ کردم. طوری هم چرخش کردم که هم بازی یقه داشته باشم و هم قسمت پایین دقیقا مشابه لباسی که انگار دکمه هاشو بستیم یه مقدار فضای باز داشته باشه. برای یقش هم دوباره من از یه روش خیلی ساده استفاده کردم، یعنی یه مستطیل بلند طراحی کردم برای الگوی این یقه. یه مستطیل ساده است، یعنی شما از خطای پارچه هم کاملا میتونید متوجه بشین که یه مستطیل کاملا ساده است و هیچ چیز خاصی نداره. فقط برای اندازه گرفتن این یقه که از کجا تا کجا بخواد طولش باشه، من از حدود زیر سینه متر رو گذاشتم، دور گردن برگشتم تا زیر سینه سمت دیگه و این شد اندازه طول این یقه. به این شکل شما میتونین اینجا تمومش کنین، میتونین مثل من بلند در نظر بگیرینش یا هر قدی که مایلین. برای این لباس تا زیر سینه اندازه گرفته شده. پهناش رو هم من به اندازه بین 7 تا 10 سانت پیشنهاد میدم. هر اندازه‌ای که حالا با توجه به سایزتون، هر چقدر سایز بالاتر میره طبیعتاً پهنای یقه هم باید بیشتر بشه. خب این نهایت چیزی بود که برای قسمت جلو در نظر گرفته شده بود. قد لباسم توی قسمت جلو همینطور که میبینین تا حدود خط شکم هست، میشه همون خط باسن کوچیک. خب تو قسمت پشت چی داریم؟ ببینید چیزی که اینجا کاملا واضحه اینه که لباسمون حلقه آستین نداره. حتی تو قسمت جلو هم واضح بود، ولی توی تصویر پشت خیلی راحت تر میتونیم ببینیم که حلقه آستین نداریم و در واقع یک شومیز آستین کیمونو هستش که برش یوک هم داره. میبینید این برش یوک از توی آستین شروع شده، ادامه پیدا کرده تا سمت بعدی و همونطور که میبینید این قسمت دوباره آستین تو حدود تقریبا بین آرنج و کف حلقه یک برش عرضی خورده و قسمت پایین دوباره بهش اضافه شده. تو قسمت پشتم یوکمون از خط یوک به پایین چین خیلی زیاد داریم به این شکل و همونطور که میبینید قد وسط پشت یعنی CB تا کمره. یه دونه بند هم از توی پهلوها اومده تو قسمت کمر گره خورده. اینجا واضح تر میتونیم ببینیمش. ببینید قد شومیز بلندترین قسمت ها چون پهلوهاش بلنده تا زیر زانو در نظر گرفته شده. اینجا دقیقا زیر زانو و این دوتا بندی که از توی کمر بیرون اومده و گره خورده و اینم یوکمون که از این آستین به این شکل شروع شده تا آستین بعدی و تماما چین خورده، چینهای خیلی ریز و پر. انتخاب پارچه سلیقه خودتونه. من اینجا از یه نخی خیلی لخت استفاده کردم. طبیعتاً هر چقدر پارچه‌تون ظریف‌تر و لخت‌تر باشه، افت بیشتری داشته باشه، نشست این لباس توی تن بهتر میشه.
من مشابه این لباس رو با چین خیلی کمتر، با ساتن مرلین هم مدت‌ها قبل برای مشتری دوختم و اون هم زیبا شد. منتها دیگه این اندازه چین نداشت، مقدار چینش رو کم کردم، چون همونطور که میدونین ساتن مرلین گرم بالایی داره و چین زیاد تو این ناحیه وزن لباس رو خیلی زیاد میکنه. علاوه بر این که هیچ افتی هم تقریبا نداره و بیشتر حالت پف کرده میسته. اگر سیلوئت خاصی مد نظرتونه که خب خیلی خوبه، میتونید ازش استفاده کنید، ولی اگر لباسیه که سیلوئت خاصی مد نظرتون نیست و قرار از فرم طبیعی بدن پیروی کنه، بهتر از ساتن مرلین اگر میخواین استفاده بکنین یا از کرپ‌های گرم بالا اگر میخواین استفاده بکنین، مقدار این چین رو خیلی کمتر کنید و یا اینکه اصلا چین رو کاملا حذف کنید. به جای چین حالت عوضمانی بدید که فقط قسمت پایین حالت گشاد داشته باشه، قسمت بالا هیچ چینی نخوره، که اصطلاحاً بهش میگیم حالت فلر کردن، عوضمان هایی که فقط از یک سمت باز میشه، سمت دیگه صفر هستش. خب حالا بریم سراغ طراحی الگوی این لباس. فرقی نمیکنه شما با چه متدی دارید کار میکنید. الگویی که من اینجا دارم الگوییه که از روی مانکن برداشتم، یعنی میخواستم بهتون نشون بدم که حتی شما میتونید از روی مانکنی که قبلا به صورت مولاژ الگو یا اساس رو برداشتین و اون الگو رو، اون اساس پارچه‌تون رو تبدیل به الگوی کاغذی کردین، هم میتونین حتی شما مدلتون رو پیاده بکنید. هیچ مهم نیستش که از چه متدی استفاده میکنین. همه متدها فرم نهایی الگوشون تقریبا مشابه همین میشه با یک کم تغییرات کوچیک. مثلا همه الگوها پنس سرشانه رو دارن بلا استثنا، همه الگوها پنس کمر رو دارن بلا استثنا. پس هر متدی که هستین اول اساس بالاترتون رو آماده بکنین و اینجا من برای اینکه باز نشون بدم حتما نیازی نیستش که از اول اساس مثلا لباس آزاد رو طراحی بکنین. مثلا اینجا من الگویی که دارم از روی مانکن برداشته شده، پس میدونم که قالب مانکنمه، ولی لباسی که اینجا میخوام باهاش طراحی بکنم یک لباس کاملا آزاده. برای این که من بتونم به این الگو الان اون آزادی ها رو بدم، باید یک تغییراتی روی این الگو ایجاد کنم. تو اولین مرحله نصف پنس سرشونم رو به این شکل، نصفش رو دقیقاً به پنس زیرسینه منتقل میکنم. خب ببینید تو اولین مرحله من پنس سرشونه رو نصفشو به حلق آستین منتقل کردم، نصفشو به زیرسینه. با این روش الگو کمی داره آزادتر میشه. مرحله بعد اینه که تو قسمت پهلوها باید کمی فضا ایجاد کنم، هم برای جلو هم برای پشت. تو این مرحله از خط اینجا، از خط پهلو توی لبه لباس 1.5 سانت، از خط کف حلقه 1.5 سانت اومدم بیرون. اون دوتا خط رو کاملا صاف و عمود به هم وصل کنیم، یعنی دیگه فرم کمر رو ایجاد نمی کنیم. تو قسمت پشت هم دقیقا همین شکلی 1.5 میایم بیرون و یه خط صاف طراحی میکنیم. کف حلقه رو هم 1 سانت میام پایین، هم برای جلو هم برای پشت، و حلقه آستین جدید رو طراحی میکنیم. مورد بعدی اضافه کردن قد پشت هستش که باید تا حدود زانو، یعنی از سرشانه تا زانو رو اندازه بگیریم و هر اندازه که نیازه اینجا باید فضای کافی رو ایجاد کنیم. برای اضافه کردن قسمت پایین این لباسمون از خط کمر تو قسمت پشت حدود 4 تا 5 سانت میام پایین و از کمر به اندازه 50 الی 60 سانت با توجه به قد زانوی شخص پایین میام. اینجا رو ببینید با یک انحنای ظریف از خط پهلو وصل میکنم به اینجا و این رو هم، این نقطه رو هم با یک انحنا به این شکل وصل میکنم به این خطی که، این علامتی که اینجا زده بودیم، تو قسمت کمر زده بودیم. نکته بعدی این که این پنس وسط پشت سیبی رو
من توی گشادی قسمت پشت در نظر میگیرمش، یعنی دیگه این پنس رو حذف میکنیم، میره توی گشادی لباس. خب خط پایین رو هم این قسمت رو من برش زدم، اینجا رو هم حذف میکنم از دور ریزاشو. خب ببینید این الان حالت کلی لباسه پیش از اینکه مدل سازی بشه، یعنی سیلوئت لباس میشه این، حالت کلی میشه این. حالا باید الگومون رو کیمونوش بکنیم. اگر خودتون الگوی کیمونو به هر متدی که مسلط هستید کار میکنید و مطمئنید که کیمونوی خوبی در میاد، همون روش خودتون رو اینجا روی این پیاده کنید. یا اینکه اگر میخواین روش ساده تر و سریع تری رو انجام بدین، کاری که من میخوام روی این الگو انجام بدم رو میتونین ادامه بدین. خب برای کیمونو کردن الگو از قسمت جلو شروع میکنیم. تو قسمت جلو از گوشه سرشانه 1 سانت اومدم بالا، اینجا 1 سانت اومدم بالا. حالا خطکش رو طوری قرار میدم روی این نقطه که 1 سمت خطکشم از حلقه گردن به این شکل عبور کنه، یعنی برخورد داشته باشه. پس خطکش باید از نقطه حلقه گردن و این نقطه که 1 سانت بالاتر از سرشانه است عبور میکنه. به این شکل خط رو ادامه میدیم و قد آستین رو اضافه میکنیم. قد آستین رو میتونین از سرشانه تا هر جایی که مایل هستین اندازه گیری کنین. من اینجا قد آستینم رو 45 سانت در نظر گرفتم، شما میتونین حتی تا مچ هم طراحیش کنین. و بعد گونیا رو به این شکل قرار میدم، 1 خط از اینجا عمود میکنم به سمت پایین به اندازه 20 الی 22 سانت. اینجا میشه 20 الی 22 سانت. اینجا هم قد آستین دلخواهتونه، اینجا هم 1 الی 1.5 توی، یعنی سایز هر چقدر میره بالاتر به 1.5 نزدیکتر میشه. اینجا هم سایز هر چقدر میره بالاتر به 22 نزدیکتر میشه. دقت کنید که اینجا حتما باید قائمه باشه. حالا از کف حلقه به اندازه 3 تا 4 سانت میام پایین و این 2 تا نقطه رو به هم وصل میکنم، یعنی اینجا و اینجا رو به هم وصل میکنم. ببینید اینجا حد فاصله بین خط سینه و خط کمره. میتونین شما محدوده زیر سینه‌تون رو هم در نظر بگیرید. بلندی زیر سینه مثلا تا هر جا که هست میشه اینجاها، همین حدود علامت میزنیم برای اینکه میخوایم انحنای زیر بغل رو طراحی کنیم. برای طراحی این انحنا از اینجا هر چقدر، یعنی اینو اندازه میگیریم تا این نقطه، اینجا اگه نقطه آ باشه تا نقطه B، این نقطه آ، این نقطه B، اینو اندازه میگیریم، همین اندازه رو روی این خط اندازه میزنیم، میشه به نقطه C میرسیم. حالا اینجا یه انحنا طراحی میکنیم. این میشه کلیت کیمونو کردن تو قسمت جلو، یعنی کیمونوی ساده و سریع. برای قسمت پشت چی کار میکنیم؟ اول پنس سرشانه رو برمیگردونیم به حالت قبلیش که روی کارور بوده، یعنی در واقع میخوام حلقه آستین پشتم رو آزاد کنم با این کاری که تو قسمت جلو هم انجام دادیم. داریم در واقع به حلقه آستینمون آزادی میدیم، چون دیگه تو لباس‌های فری ما نیازی به پنس ها نداریم. پنس ها رو میتونیم به قسمتی منتقل کنیم که نیاز به فضای بیشتر داریم. حالا الگوی جلو رو به صورت برعکس اینطوری روی الگوی پشت قرار میدم، طوری که خط پهلو دقیقاً از نقطه 0 کمر و پهلو روی هم دیگه قرار بگیرن. 2 تا خط پهلوی جدیدمون روی همه و این خط رو کپی میکنیم. برای قسمت سرشانه هم به اندازه تقریبا ممکنه که تو الگوی شما همین اتفاق بیفته که 1 الی 2 سانت مجبور باشین الگوتون رو بیارین به سمت بالا که کاملا درسته. 1 الی 2 سانت الگو رو به سمت بالا میاریم و اتفاقی که میفته اینه که سرشانه پشت و جلو روی کنار همدیگه قرار میگیره و از طرفی ممکنه مثل اینجا، مثل الگوی من، الگوی در واقع خط سرشانه پشتتون
حدود 1 سانت بیشتر از خط سرشانه جلو باشه که هیچ موردی نداریم، در واقع میره توی همون خوردی که ما باید به سرشانه بدیم. خب خطوط رو طراحی میکنم به این شکل و این دوتا الگو رو از قسمت سرشانه روی هم قرار میدم. ببینید این انحنای زیر بغل قسمت پشت، این خط مچ قسمت پشت، این هم سرشانه قسمت پشت. این خودش میشه الگوی کیمونوی پشت و جلو. حالا برای مدل سازی ما که درز سرشانه هم نداریم توی این مدلمون، من باید به این شکل الگوی پشت و جلو رو کنار همدیگه قرار بدم. در واقع اینجا دیگه ما توی سرشانه هیچ درزی نداریم. بعد از اینکه این دوتا خط رو کنار هم قرار دادیم و چسبوندیم، یک بار دیگه باید کنترل بکنیم که خط لبه مچمون باید کاملا در یک راستا باشه، هیچ زاویه ایجاد نشده باشه. اگر زاویه داشتین حتما درستش بکنین و یک خط کاملا صاف اینجا طراحی بکنین. خب این شد از الگوی کیمونوی ساده بدون درز سرشانه. مرحله بعدی تعیین برش یوکمونه. ببینید یوکمون از قسمت CB به این شکل شروع شده. من روی همین خط در واقع کارور پشت که میشه خط ما بین خط سینه و خط گردن، این خط به این شکل چیزی بدید با قرمز مشخص کنم. این خط رو به این شکل اینجا طراحیش میکنم تا این قسمت میام. از اینجا به بعد باید طوری طراحی کنم که به موازات خط وسط آستینمون باشه. ببینید اینجا خط درز سرشانه بوده که حذف شده. حالا برش یو که من باید طوری فرم بگیره که وقتی به این قسمت میرسه موازی بشه با خط در واقع سرشانه. قبلش هم میتونم قد برشم رو تعیین کنم. قد برش رو من با توجه به مدلم اینجا تعیین میکنم، میشه تقریباً 4-5 سانت بالاتر از خط آرنجم. به این شکل طراحیش میکنم. حالا یوکمو باید تا اینجا ادامه بدم. اول اینجا برای یوکم یه خط عمود میکنم به سمت بالا. من از خط سرشانه 8 سانت اومدم پایین، 8 سانت میام پایین، عمود میکنم به سمت بالا. تا کجا میام؟ تا جایی که بتونم به این شکل به صورت یک انحنای خیلی نرم به این خط وصلش بکنم. خب این شد برش یوکمون. حالا قطعات الگوی من کاملا مشخصه. قسمت جلو، قسمت پشت، اینم دم آستین. قطعات رو از هم جدا میکنیم اول. این میشه الگوی شماره 1 مون. قسمت جلو و یوک پشت که از درز سرشانه به همدیگه متصل شده. حالا اگر میخواین مشابه لباس من قسمت جلو حالت جلو باز داشته باشه، دکمه بخوره، یا حتی مشابه من میخواین طراحیش بکنین بدون دکمه ولی حالت جلو باز بودن رو بخواد به نمایش بذاره، اینجا باید به اندازه دکمه خور اضافه بکنین. دکمه خور دلخواهتون، مثلا میخواین دکمه خور ساده داشته باشه یا سجاف مخفی داشته باشه که این اندازه ها کاملا اختیاریه، اونو میسپارم به خودتون. اگر میخواین روی دلای بسته قرار بگیره که خب اینجا روی دلای بسته است. فقط دقت کنید اگر قرار دلای بسته قرار بگیره باید این حلقه گردن تنگه، حتما باید فکری برای این که قرار چطور توی تن بره داشته باشین. مثلا خط CF اگر رو دلای بسته است، از قسمت پشت باید فضای کافی رو برای
اینکه لباس راحت توی تن بره داشته باشید. ولی این مدل بهتره که جلو باز طراحی بشه، مشابه مدلی که من طراحی کردم. اینم قسمت پشت که یوکمون رو طراحی کردیم و قسمت پایین رو هم اضافه کردیم. حالا میخوایم این قسمت رو عوضمان بدیم. خب برای عوضمان دادن ببینید من خطوطی رو طراحی کردم به این شکل حالت عمودی از بالا تا پایین. محلش هم که از همون سیبی شروع شده تا قسمتی که انحنای آستین شروع میشه آخریش رو اونجا طراحی کردم. خطوط رو برش زدم. ببینید اینجاها که میرسم به این انحنا و اینجا که میرسم به این خط انحنای اینجا، این قسمت ها رو دیگه جدا نکردم. حالا میخوام توضیحش هم بهتون بدم چرا. این قسمت ها رو جدا کردم و این قسمت ها رو میبینیم که جدا نکردم. چرا این کارو کردم؟ چون باز میخوام کارمو سریعتر پیش ببرم، به جای اینکه اینا رو دونه دونه عوضمان بدم، چون اینجا خودش یه فضای مستطیل کامله. اینو اندازه میگیرم، این قسمت رو دقیقاً همین اندازه اینجا در نظر میگیرم. حالا اگه میخوام چین هام بیشتر باشه، یعنی پارچم خیلی ظریفه مثل حریر، میخوام چینای بیشتری داشته باشه، میتونم حتی اینو 1.5 برابر بگیرم این قسمت رو و دقیقاً مشابه همین عمل میکنه که بین اینا رو دونه دونه عوضمان داده باشید. این تا زمانیه که حالت مستطیل و صاف داشته باشه و عوضمان بالا و پایین میخواین یکسان باشه. حالا از اینجا به بعد رو من به این شکل عوضمان میدم، اینجا اینطوری، اینجا اینطوری و به این قسمت که میرسه به این شکل عوضماناشون رو ایجاد میکنم. در مورد اینکه چطور باید این قسمت رو عوضمان بدیم، ببینید این قسمت ها اینجا، چون این خط باید کلاً 2 برابر خط اصلی یوکمون باشه، من تمام این قسمت های بالایی رو به اندازه خود این قسمت ها، یعنی اگر اینجا رو 2 سانتی برش زدم، اینا رو هم 2 سانتی عوضمان میدم. تو قسمت پایین هم این قسمت تا اینجا همون 2 سانت در واقع همون 2 برابر میشه، یعنی اندازه هر کدوم از این خط ها هر چقدر هست این پایین عوضمانش همون اندازه میشه. از اینجا به بعد عوضمان ها یک کمی تو قسمت پایین بازتر در نظر گرفته میشه. مثلا اینجا 1.5 برابر بالا. چطوری میشه؟ اینجا اگر 2 سانته، اینجا 3 سانت. برای اینجا 2 برابر میگیریم، یعنی اینجا اگر 2 سانته، اینجا 4 سانت، اینجا 4 سانت و اینجا هم حدود تقریباً 3 برابر این بالا. پس هر چقدر به سمت پهلو میایم، مقدار عوضمان هایی که تو قسمت لبه ایجاد میکنیم باید بیشتر بشه، که یعنی در عین اینکه تو قسمت بالا چین داره ایجاد میشه، تو قسمت پایین میزان گشادی که توی لباس خواهیم داشت یه حالت تقریبا میشه گفت فون مانند هم پیدا میکنه، حالت کلوش مانند هم پیدا میکنه. لبه پایین رو از اون خطی که برای لبه پایین در نظر گرفته بودیم به این شکلی که خط هلال مانند اینطوری میاییم تا پایین و به لبه کارمون وصل میکنیم. ببینید تو قسمت پایین که اومدم اینجا خب خط اصلی قبل از اینکه بخوایم عوضمان بدیم میبینید که چقدر باریک بوده. از اینجا که هلال رو میخوام طراحی کنم به قسمت پایین میخوام برسم، چون باید این خط خیلی نرم و خوب در بیاد و از طرفی هم دوختن این قسمت بخش زاویه توی کارتون، مثلا تو پارچه‌های نخی یا تو پارچه‌های مثل ساتن‌هایی مثل ملین بخواد بهتر در بیاد، بهتره که اینجا پهناش کمی بیشتر بشه. بنابراین دوباره یه فضایی این قسمت ایجاد میکنم. به جای اینکه بخوام از اینجا بیام این شکلی به اینجا وصلش کنم، میام یک کمی اینجا فضای بیشتر ایجاد میکنم. این کمک میکنه که لبه کارتون زیباتر باشه. قسمت پهلویی هم که دقیقاً رو فرم خودش برش میخوره. خب دلیل اصلی که من این عوضمان ها رو اینجا تموم کردم و اینجا تموم کردم، دلیل اصلیش اینه که این خط و این خط نباید تغییری داشته باشه. یعنی هرچی عوضمان و گشادی میخوایم توی لباس داشته باشیم برای این خطمونه و این خطمون. چرا؟ چون قراره این مسیر
دقیقاً به مسیر مشابهش تو قسمت جلو وصل بشه. بنابراین این قسمت نباید فضا اضافه بشه، چون اگر که شما اینجا رو هم عوضمان بدین، اشتباهاً اینجا رو عوضمان بدین، در نهایت وقتی میخواین این دوتا بخش رو روی همدیگه بذارید و بدوزید، این دوتا با همدیگه هماهنگی نخواهند داشت. لبه این قسمت هم که خب واضحه، چون اینجا درز پهلو به این شکل کنار هم قرار میگیره، از اینجا به این حالت لبه پهلوی لباستون به این حالت خواهد بود. خب سیبیمون روی دلای بسته قرار میگیره. اینجا سیبی هستش، تو قسمت پشت رو داریم. این تیکه جلوی لباسمونه، CF روی دلای باز، در صورتی که بخواین لباستون جلو باز باشه. و اینم دماستین لباسمونه که با توجه به اینکه پارچه ما یه پارچه، مثلا اگر بخواید مثل من پارچه راه انتخاب بکنین، میتونین با راههای این پارچه هم در حین برش لباستون میتونین بازی بکنین. این قسمت روی دلای باز قرار میگیره. اگر پارچه‌تون راه داشته باشه، باید این قسمت ها رو دقت بکنید که حالا عکسش هم توی گروه هست، حتما قشنگ این قسمت رو زوم کنید و با دقت ببینید اگر اینجا کاملا واضح نیست، که این خطوط کاملا باید روی همدیگه منطبق بشن تو پارچه‌های راه را. اینجا ببینید من طوری در نظر گرفتم که راه ها تو قسمت عرض بیفتن. میبینید راه ها تو قسمت عرض افتاده و تو قسمت جلو هم راه ها تو حالت عرض پارچه افتاده. میتونید برای یقه برعکس انجامش بدید یا برای دماستین میتونید برعکس انجامش بدید. بندهای پشتشم من برای این بندهایی که اینجا گره خورده دقیقاً از عرض پارچه، یعنی دوتا تقریباً 1 متر و 20 سانت، دوتا 1 متر و 20 سانت درست کردم و شبیه بندینک های معمولی، فقط کم پهن‌تر، پهناش به اندازه 2.5 تا 3 سانتی متره دوختم و تو درزه پهلو، بعد از اینکه لباس کاملا دوخته شد و تموم شد، تو درزه پهلو جایگذاریش کردم. امیدوارم که بدوزیدش و ازش لذت ببرید.